سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. من توی این ویدیو قراره که براتون درباره گود استندینگ بگم. همه بچه‌های پرستاری که قصد مهاجرت دارن در پروسه‌شون نیاز به گود استندینگ دارن. حالا گود استندینگ اصلا چی هست؟ گود استندینگ یک کلمه انگلیسیه که به معنی اعتباره. اون در واقع سنجیدن اون اعتبار شما. در واقع هر پرستاری که بخواد یه پروسه‌ای رو برای یک کشوری شروع کنه، چه انگلستان، استرالیا، آمریکا، هر جایی که بخواد، باید اول گود استندینگش رو بگیره. خیلی ضروریه گود استندینگ. گود استندینگ چی کار میکنه؟ اون کشور بعد از اینکه مدارک شما رو بررسی میکنه، حالا هر مدرکی که براشون میفرستی، چه ریزنامه رو، چه مدرک تحصیلی، وقتی بررسی میکنه یک ایمیلی رو به سازمان نظام پرستاری ایران میزنه که مطمئن بشه شما واقعا یه پرستاری رجیستر شده توی ایران هستید. بعد سازمان نظام پرستاری بررسی میکنه که از شما شکایتی نشده باشه یا نمیدونم پرونده‌ای نداشته باشید داخل ایران و بعد ایمیل اونها رو جواب میده. ایمیل اونها که جواب بشه، پروسه شما برای مهاجرتتون شروع میشه. حالا چه مدارکی برای این گرفتن گود استندینگ لازم داریم؟ اولین چیزی که لازمه مدرک تحصیلیتونه. نیاز نیست برای گود استندینگ ترجمهش کنید، فقط لازمه که مدرک تحصیلیتون رو داشته باشید که پشت و روی دانشنامه‌تون رو آپلود میکنید، شناسنامه‌تون، پاسپورتتون اگه اشتباه نکنم، و گواهی سلامت روان و گواهی سلامت جسمی که گواهی سلامت روان رو از یک متخصص مغز و اعصاب و گواهی سلامت داخلی رو از گواهی سلامت جسمیتون رو از یه متخصص داخلی میگیرید. من خودم وقتی خواستم این کار انجام بدم نرفتم حالا پیش این متخصص برام بنویسن، توی اسنپ درخواست دادم و اونا هم برام اینترنتی فرستادن. قشنگ براشون توضیح دادم که پرستارم میخوام گود استندینگ بگیرم و به این جهت به این مدرک نیاز دارم و اونا هم برام فرستادن یک متنی به این صورت که بیمار خانم فلان از نظر سلامت جسمی مشکلی ندارن و یا اختلالی ندارن که موجب بشه نتونن در آینده کار کنن. اگه اشتباه نکنم همچین متنی بود، خیلی چیز خاصی نبود. اونا رو گرفتم و بعد از اون هم شما باید یک هزینه 5 میلیونی، نید بگید 300 تومن بود 500 تومن بود، این 300 تومن و 500 تومن مال پزشکاست. یک هزینه 5 میلیونی رو پرداخت میکنید به نظام پرستاری ایران و بعد از اون دیگه برای شما آپلود میشه. یه چیزی رو یادم رفت، گواهی سوء پیشینه هم لازم دارید که اگه کد سنا دارید خودتون میتونید توی سایت برید و سامانه ابلاغ برید توی سامانه ابلاغ و اونجا درخواست بدید که گواهی سوء پیشینه‌تون رو براتون بفرستن. بعد از 3 روز یا یک هفته، نهایت 3 روز، برای من 3 روز طول کشید، گواهی عدم سوء پیشینه‌تون میاد. اگرم که کد سنا ندارید میتونید برید دفتر اسناد رسمی، اول بگید که براتون یه کد سنا تنظیم کنن و بعد از اونم درخواست سوء پیشینه‌تون رو بدن. بعد از اون که مدارک رو آپلود کردین توی سال، یک هزینه 5 میلیونی رو پرداخت میکنید و بعد از اینکه هزینه‌تون پرداخت شد به نظام پرستاری، دیگه نظام پرستاری منتظر ایمیل میمونه که از اون کشور براش میاد. اگر که برای چند تا کشور میخواید ثبت نام کنین، مثلا یکی میخواد هم برای انگلستان، هم استرالیا، هم آمریکا، نمیدونم چند تا کشور میخواد اقدام کنه، باید توی قسمتی که میخواین برای گود استندینگتون ثبت نام کنید و اطلاعاتتون رو وارد میکنید تیک بزنید که چه کشورهایی رو میخواین. دقیقاً گزینه داره که چند تا کشور میخواید، چه کشورهایی رو میخواید. شما تمام اون کشورهایی که میخواین رو باید تیک بزنید که به ایمیلشون جواب بدن. بعد از اون دیگه فقط منتظر میمونید که ببینید حالا کی اونا ایمیل میزنن، که اینا ایمیل رو جواب میدن و اصولا هم جوابدهیشون خیلی سریعه. من اصلا متوجه نشدم، مدارکمو انگلستان چک کرد و بعد از اون هم خودشون ایمیل زدن و خود نظام پرستاری هم ایمیل رو جواب داد و اصلا برای من چیز خاصی نبود. یعنی بعد از اینکه پروسم تموم شد و هزینه رو پرداخت کردم، 3 روز منتظر موندم، مدارکم چک شد و بعد از اون دیگه فقط منتظر بودم که ایمیل من رو نظام پرستاری پاسخ بده. همین. پروسه خیلی سختی نیست، خیلی عجیب غریب نیست. فقط شما باید مدارکی که میخوان رو آپلود کنین براشون و هزینه‌ای که میخوان رو پرداخت کنین. این از گود استندینگ. اگر مشکلی چیزی داشتید حتما برای من کامنت کنین، جواب میدم. خدافظ.